فکرانی خوب کردن. بعضی ها از عصبانیت زیاد هم فبه می شوند، از مشکلی، از پرابلم ها چرا که شما خراب می شوید. حتی فکرانی و اندیشه های درست کردن هم شما در یاد میگیرید. و زنهای ما کمک میکند که چقدر آنها میتوانند وزن خود را پرت کنند به یگان خیلی منع کردن خوراک های وزنی. وقتی که ما یگان کمبودی داشته باشیم، اما کمبودی قطعی خودمون پنهان میکنیم، ز کمپلکس ساغنی میشویم. ولی با واسطه کورس های سوسن ما باوری رو به خودمون زیاد حاصل میکنیم، خراب میشویم، خودمون رو زیادتر دوست میداریم. همودا کسایی که خواهش وزن پرتافتن داشته باشند، این خواهش همه ما داریم. مرحمت میتوانید سوسن ده مراجعت کنید، او شما با خوبتر و بهتر میفهموند. نمیدونم ما کاری او را به شما پورا فهمونده تانیستم یا نه، لیکن خودی اومده فهمونده تانیسته. خدا باش شکر، اینه ما از روی گفته هاش کرده استم. 5-6 کیلو وزن پرتافتم، انشالله یا مدت زیادتر میپرتم، خدا خواهد باوری دارم.